خیانت بزرگ غزال نایت در حق نظیر خارا. توهین آشکارای غزال نایت برای نظیر خارا. جواب نظیر خارا برای غزال چی بوده است؟ غزال نایت در کدام کشور زندگی می کند؟ و تازه ترین کنسرت شرم‌آور غزال نایت در کدام کشور بود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروری عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. غزال نایت یکی از هنرمندان خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های مشهور، محبوب و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان. شهرت و محبوبیت هنری و رسانه‌ای خاصی دارد. غزال نایت از ولایت زیبای لغمان است. نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه دو خواهر دیگر غزال نایت هم راه هنر موسیقی را انتخاب کرد. ولی غزال نایت شهرت و محبوبیت خاصی برای خودش کسب کرد. غزال در کانادا زندگی می کند، ولی همیشه به خاطر کارهای هنریش سفرهای متعددی به سرتاسر جهان داشته است. چند روز قبل غزال نایت در کشور انگلستان کنسرت بزرگی را برگزار کرد و در این کنسرتش درآمد خیلی خوبی هم داشته است. اما همواره تقلید لباس و حرکات آریانا سعید را داشته است که مورد نقد شدید علاقمندان و دوستداران صدایش قرار می گیرد. غزال نایت در حاشیه این کنسرت گفتگوی با نظیره کریمی، یکی از ژورنالیستان موفق کشور داشته است و این خطاب کرده است که نظیر خارا هرگز استاد من نبوده است. من فقط یکی دو آهنگ با نظیر خارا سرودم، که این گپ غزال نایت کاملا دروغ بوده است و نظیر خارا بارها بیان کرده غزال شاگرد من بوده است. اما غزال نایت جالب است چرا این کارها را انجام می دهد و همواره در تلاش و رقابت با هنرمندان دیگر افغانی است. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمع هنرمندان دیگر کشور از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منات سپرده موفق و کامیاب باشید.